اولین شب زمستون 94 با یه سلام گرم و یه بحث داغ موشکافی در خدمت شما هستیم. آقا بنده موشکاف دیشب یه اشاره گذرا به این داستان قانون جدید آمریکا و جلز و بلز آخوندا کردم، اما اینطور که پیداست قضیه خیلی جدی تر از این حرف هاست که بشه با یه اشاره گذرا موشکافیش کرد. آقا ولوله ای تو نظام افتاده که نگو و نپرس. این کاری که دولت آمریکا کرد به هر حال بی تاثیر بر تجارت ما، بر رفت آمدهای ما نیست، ولی اون چه که مهم هست این هست که خصومت دولت آمریکا بله، اون چیزی که فیوز کوسه و شیخ پری رو پرونده همین پنبه شدن رشته آرزوهاشونه. از آجر شدن نونشون میسوزن، از این میسوزن که بعد از این همه کش و قوس دوغم نصیب خزانه نظام نشه. داستان اون نامه وزیر خارجه آمریکا هم احتمالاً برای این بوده که یه وقت دلاراما تو نظام پس نیفتن. در همین حال وزیر خارجه آمریکا در نامه‌ای به وزیر خارجه کشورمان اعلام کرد دولت آمریکا امکان توقف اجرای قانون محدودیت در برنامه حذف روادید را دارد، اما آن را اجرا می‌کند، البته به صورتی که مانع منافع اقتصادی مشروع ایران نشود. جان کری در این نامه گفته این مصوبه مانع اجرای تعهدات آمریکا در برجام از جمله رفع تحریم‌ها نمی‌شود. البته جماعت کوسه و شیخ پری برای اینکه صورتشون رو با سیلی سرخ نگه دارن شروع کردن به حلوا کردن این نامه خصوصی و تو ورق پاره هاشون نوشتن که آی جان کری عقب نشینی کرد و قانون جدید آمریکا نقض برجام نیست و کری به ایران اطمینان داد و از این حرفا. اما گوش دلواپسان نظام به این دلداری ها بدهکار نبود و خلاصه دوریالیشون افتاده بود که داستان چیه. دیروز شرکت تعاونی اوباما جان کری تئاتر طنز جدیدی را اجرا کردند. اوباما قانون ویزا را امضا کرد و جان کری گفت نمیگذاریم مشکلی پیش آید. شایسته است مؤمن با فراست الهی خود به این دام شیطانی نیفتد. به این میگن بنبست برجام. اینجا همون جاییه که هم قاقا دهنده میدونه داره سر طرف و شیره میماله، هم قاقا گیرنده. این وسط نامه وزیر خارجه آمریکا هم یه چیزی تو مایه های آمپول آرام بخشه، همون که خودشون بهش میگن نامه درمانی. آقای ظریف، نامه درمانی در برابر قانون رسمی چه جایگاهی دارد؟ هنوز چند ساعت از تصویب مصوبه جنجالی کنگره آمریکا نگذشته بود که شنبه شب رئیس جمهور آمریکا برخلاف تصور خوشباوران آن را امضا و ابلاغ نمود. نامه جان کری به ظریف در حالی است که وی هنوز چند ساعت از تصویب این تحریم جدید در سنا نگذشته بود از این مصوبه استقبال کرد. بابا درد نظام کپک زده ولایت که با نامه درمون نمیشه که. گیرم نیش اتمیشو کشیدید، حقوق بشرش چی کار میکنی؟ تروریسمشو چی کار میکنی؟ بفرما. اینم تحریم های بانکی که یواش یواش داره جای تحریم اتمی رو میگیره. رئیس جمهور آمریکا دیروز در جهت تضعیف محور مقاومت در منطقه قانون تشدید فشارها و افزایش تحریم‌های مالی و رسانه‌ای ضد حزب الله لبنان را هم امضا کرد. خود آخوندا اسم این تحریما رو گذاشتن تحریمای پسابرجام، یعنی این که ولی فقیه زرخورده از هر طرف که بچرخه به هر نسخه‌ای که براش بپیچن نهایه مسیرش مسیر رو به قبله شدنه. نه آمپول تقویتی دردی ازش دوا میکنه، نه نامه به کمپلکس. آقا در یک کلام آخوندای حکومتی از هر رنگ و با هر سایزشون باید گورشون رو گم کنن. ختم کلام. شب همگی خوش.